نیسان GT-R، هیولا با مغز مهندسی. نیسان GT-R یه ماشین معمولی نیست، یه پروژه است برای شکست دادن بزرگان. ریشه هاش برمیگرده به اسکایلاین GT-R، ماشینی که برای مسابقه ساخته شد، نه برای شوآف. و بعد هیولا متولد شد، GT-R R35. زیر کاپوت یه V6 توین توربوی 3.88 لیتری دستی ساخته میشه، نه تو خط تولید، تو اتاق مخصوص. قدرت بالای 560 اسب بخار، ولی مهمتر از عدد کنترله. 4 چرخ متحرک، سیستم هوشمند، ماشین میفهمه کی کجا چقدر نیرو بده. 0 تا 100 حدود 3 ثانیه، بی‌رحمانه، بی بهانه. بدنه خشن و کاربردی، همه چی برای آیرودینامیک، نه زیبایی الکی. بهش میگن گادزیلا، چون با نصف قیمت سوپر اسپورت ها رو میبله. GT-R نه لوکس ترینه نه ظریف ترین، ولی اگه پای جنگ وسط باشه همیشه حاضره. تو حاضری پشت فرمونش بشینی؟